دستگاه بعدی باز هم دستگاه اینتنسیو در فوتوتراپی نوزاد استفاده میشه و برای شرکت توسان هست. این نوع اینتنسیو 12 لامپ هست. اون قبلی که بهتون گفتم اینتنسیو با سه‌بانه شکل. دقیقا مثل همون کاربریش یه سری حالا دیتا بهتون بگم در مورد اینکه اینجا هم باز دوباره ما یه آن آف داریم. حالا اینجا آن آفمون رو خود دستگاه و فعالش میکنیم. این کلید بغلش که میزنیم تعداد لامپ ها رو برامون میذاره. خب مثلا اگر من 2 بار بزنم همه لامپ ها روشن میشه، 1 بار بزنم فقط نصف لامپ ها روشن میشه. این از اینجا هم بچه‌ها ببین گزینه‌هایی که داره ایر تمپرچر که خب دمای داخلی دستگاه. اینجا یه گزینه اسکین تمپرچر هم داره. خب و شما لازم هستش که حتما دمای پوستی نوزادتون رو در نظر داشته باشین که چقدر هست. اگه دمای نوزادتون بالا رفت با توجه به اینکه محیط داخل دستگاه‌ها دمای نوزاد ممکنه بالاتر ببرن، حواستون به این قضیه باشه. خب پس کنترل دما برای نوزاد باید انجام بشه. بعد اینجا بحث تایمرمون هست. باز دوباره بحث تایمری که پیش میاد تنظیمات من هم پیش میاد. خب حالا مثلا میام تا 60 دقیقه میخوام اگر مثلا فوتوتراپی بشه میبرمش اینجا. این دقایق شروع میکنه به حرکت کردن و بعد از اون میره روی حالت ساعت. مثلا الان شد 1 ساعت و 4 دقیقه. خب حالا بیشتر از اون بخوام باز هم بر اساس این تنظیم میکنم. باز هم آن آف دستگاه با همین استارت و استاپ من زده میشه. وقتی میخوام نوزادو بیارم بیرون استاپ میزنم. یه سری نکات اومده گفته در مورد اینکه اگر دستگاه شما روشن هست نه دستگاهتون رو تکون بدید و منجر به سوختگی ممکنه باعث سوختگی خود دستگاه بشه. یادتون باشه که از وسایل گرمایشی و سرمایشی این چیزا فاصله داشته باشه. دستگاهتون نزدیکش مثلا اگه هیتر وجود داره ازش دور نگه دارین، اگر کولر مثلا نزدیکش وجود داره ازش دور نگه دارین. به اینا توجه کنید. عمر لامپایی که داخل اینجاست 2500 ساعته. از زمانی که آلارم لامپ ها شروع میکنه به زدن شما 60% در واقع از عمر لامپ رو از دست دادید و خب این هم باید بهش توجه داشته باشیم که دیگه لامپاتون نیاز به این داره که تعویضش بکنید. بعد اینکه در مورد نوزادتون هم حتما توجه بکنید که هر وقت خواستین نوزادو از توی اینجا در بیاریم به مادر بگیم که همون دکمه استاپ رو براش بزنه. اینجا هم دوباره این وزن توریه بیشتر 6 کیلوگرم رو تحمل نمیکنه. اگه بالای این بود حتما بگید که در واقع از یک دستگاه دیگه باید استفاده بشه و دیگه از نوع اینتنسیو نمیتونم استفاده کنم. توریاش قابلیت این رو نداره. مرسی.